هراسان رد خون را دنبال می کرد. فضای نیمه تاریک پارکینگ او را از چیزی که می دید شوکه کرد. به چشمانش اعتماد نداشت. باور نمی کرد این جسد غرق در خون همان مردی است که دیروز با او سلام احوال پرسی کرده بود. سلام رفقا، به کانال راهرو خوش اومدید. شما بیننده و شنونده یکی دیگه از سری پرونده های جنایی هستین. پرونده امروزمون یکی از جنجالی ترین پرونده های سال 1395 هستش. قتل فجیعی که نشون داد چطور یه لحظه عصبانیت و تصمیم اشتباه میتونه زندگی و برای همیشه تغییر بده. برای اینکه بفهمیم ماجرای این قتل از چه قراره، ویدیو رو تا آخر با ما همراه باشید. تا یادتون نرفته ویدیوی ما رو لایک کنید، زنگوله پایین رو فعال کنید. توی شب سرد پاییزی سال 1395 تلفن 110 زنگ خورد. پلیس تهران گزارش یافت جسدی رو توی پارکینگ یکی از ساختمان‌های مسکونی واقع در خیابان ستارخان تهران پیدا کردن. مقتول یه مرد جوان به اسم امین عسکری بود که حدود 30 سال سن داشت. اون توسط یکی از همسایه‌ها وقتی که برای آوردن ماشین خودش به پارکینگ رفته بود پیدا شد. امین با ضربات متعدد چاقو کشته شده بود و خونی که روی زمین بود نشون از شدت خشونت زیاد داشت. مامورای پلیس بررسی‌های اولیه‌شون رو آغاز کردن و متوجه شدن که امین از یه خانواده بااصالتی بوده و هیچ سابقه کیفری هم تا حالا نداشته. بنابراین قتل به نظر یه جنایت غیر منتظره و اما به شدت مشکوک می اومد. در جریان همین تحقیقات پلیس ابتدا به بررسی روابط شخصی امین پرداخت. به نظر می رسید اون با دوستای زیادی ارتباط داشته، اما هیچ کدوم از اونا تو ظاهر مشکلی باش نداشتن. یکی از همسایه ها به پلیس گفت که اون چند روز قبل از قتل با مردی به اسم شهاب که تو یکی از طبقات بالای همین ساختمون زندگی می‌کرده در حال بحث و مشاجره با هم بودن. شهاب به عنوان یکی از مظنونین اصلی شناخته شده بود. ابتدا اومد به پلیس گفت که به دلیل یه سری مسائل مالی با امین یه سری اختلافاتی داشته، اما دعوا و بحثشون تا حدی نبوده که بخواد باهاش ارتباط فیزیکی داشته باشه. شهاب که به گفته همسایه ها همیشه فردی عصبی و پرخاشگر به نظر می رسید، توی جلسه بازجویی با اصراری که به بیگناهی خودش داشت هیچ دلیل واضحی واسه توجیه رفتاراش نداشت. در حین جستجوی محل جرم پلیس متوجه سرنخی تو دوربینای مداربسته ساختمون شده. این دوربینا تصویری از فردی رو ثبت کرده بودن که تو ساعات پایانی شب داشته از ساختمون خارج می شده. با بررسی دقیق تر مشخص میشه که این فرد همون شهاب بوده. پلیس به سرعت به سراغش میره و پس از جلب نظر قضایی اونو برای بازجویی بیشتر به اداره پلیس فراخواند. در بازجویی‌های جدید شهاب همچنان همون ابتدا داشته از خودش دفاع می‌کرده، اما فشارهای روانی و اون همه شواهد و مدارک که به تدریج اونو تو موقعیت سخت‌تری قرار داد. در نهایت شهاب اعتراف کرد که به دلیل مشکلات مالی و اختلافات شخصی که با امین داشته تصمیم به کشتن اون میگیره. شهاب تو اعترافات خودش توضیح داده به دلیل قرضای زیادی که از امین گرفته بوده و توانایی بازپرداخت اونا رو نداشته تصمیم میگیره اونو از سر راهش برداره. اون شب قتل قبل از اومدن امین پشت ماشینای پارک شده توی پارکینگ
مخفی شده و منتظر امین نشسته تا نقشه شومش رو عملی کنه. به محض ورود امین به پارکینگ، شهاب به آرومی پشت سر اون راه افتاده و در حالی که امین تو پارکینگ ساختمون در حال باز کردن درب خودرو بوده به اون نزدیک میشه و به طور ناگهانی با چاقو بهش حمله میکنه. بعدش بدن امینو تو گوشه ای از پارکینگ همونطوری رها میکنه و از شدت ترسش فوراً محل حادثه رو ترک میکنه. این قتل که در ابتدا به دلیل مشاجرات مالی ساده به نظر می رسید، حالا به یک قتل وحشیانه با انگیزه های پیچیده تبدیل شده بود. و اما شهاب چطور محاکمه شد و دادگاه چه حکمی بهش داد؟ شهاب تو دادگاه به جرم قتل عمد محاکمه شد. وکلای مدافع اون خیلی تلاش کردند تا دلایل و شرایطی رو برای کاهش مجازاتش ارائه بدن، اما دادگاه با توجه به شدت این جرم و یه سری ویژگی‌های شخصیتی شهاب تصمیم گرفته بود اونو به حکم اعدام محکوم کنه. گاهی اوقات مشکلات اقتصادی و ناتوانی تو حل برخی از مسائل به قدری فشار میاره که افراد دست به اقدامات فاجعه بار میزنند. قتل امین عسگری یکی از نمونه‌های این قتلا بود که فرصت زندگی رو از چند نفر گرفت. دوستان، کانال ما پر از داستانا و پرونده های رازآلود و واقعیه. اگه شما به این نوع پرونده ها علاقه دارید و میخواین بدونین که اطرافمون چه جرایمی رخ میده، همین الان کانالمون رو سابسکرایب کنید و همراه همیشگیمون باشید. ممنون از نگاه قشنگتون.